مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیم میگه منم داشتونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید. قطعا خبری که در تیتر این ویدیو هم هست همه شما شنیدید، اگرم نشنیدید از جزئیات بیشتر این اتفاق به شما خواهم گفت. اونم ماجرای خودکشی امیرحسین مقصودلو یا همون تتلو در زندان تهران بزرگ بود که شب گذشته هلوش ساعت 10 شب اینطوری بگم 10 شب به وقت تهران این خبر اول به گوش من و چند تا از نزدیکای تتلو رسید، اما با توجه به اینکه تلفن زندان از ساعت 9 شب به بعد قطع هستش، عملا ارتباط گرفتن به داخل زندان یه مقداری سخته. ولی خب دیگه به هر حال میدونید دیگه داخل زندان ها هم موبایل پیدا میشه و هم کسانی که حالا اونجا به سری ارتباطات دارن. این خبر اومد بیرون و اول در حد یک شایعه بود و گفتن شایعه است. ما هم ثبت کردیم که ببینیم که آیا این قضیه درسته یا غلطه، تا اینکه ساعت 12 شب این خبر رسما تایید شد که تتلو تقریبا رأس هلوش ساعت 9 شب دیشب خودکشی کرده. اون هم عنوان کردن. حالا امروز مقام‌های قوه قضاییه اومدن صحبت کردن که مسمومیت دارویی بوده و ایشون اووردوز کرده به دلیل مصرف بیش از حد قرص آمفتامین و حالا یه قرص دیگه هم از اگه اشتباه نکنم TCI همچین چیزی، ولی خب بیش از حد آمفتامین مصرف کرده بوده و اووردوز کرده و بعد از اونم بردنش به بیمارستانی که حالا عنوان شده بیمارستان لقمان بوده و توی بیمارستان لقمان شدیدترین تدابیر امنیتی رو براش لحاظ کرده بودن، مأمور 24 ساعته و چیزهای مختلف که مبادا تتلو از بیمارستان فرار کنه. همین قضیه که اومد بیرون، خواهر تتلو همچنین مادرش نسبت به این قضیه واکنششون دادن. استوری خانم نسیم مقصودلو میبینید که گفته که ما رو ببخش که امیر تتلو رو داری بلد نیستیم، 50 سال هنرمندی در حد تو رو نداشتیم و بلد نیستیم چجوری باید درکش کرد، چجوری باید ازش تقدیر کرد. آخه تو خیلی از ما جلوتری و ما خیلی مونده تا یاد بگیریم. خواهر به قربون تمام تنهاییات که یه استوری از تتلو گذاشته. اما نکته‌ای که حالا وجود داره و هستش این برگه پذیرش بیمارستان هستش که حالا حاوی نکات جالبی هستش. این شماره پرونده و چیزهای مختلفش هست که میتونید ببینید که امیرحسین مقصودلو رو نشون میده. حالا من نمیدونم این برگه‌ای که دست ما رسیده یه مقداری باگ داره. الان جنسیت رو زده مؤنث، حالا من نمیدونم چون تتلو که حالا زن شده و حالا این هم زده مجرد، در صورتی که تتلو ازدواج کرده. حالا رسما تاریخ تولدم اشتباه زده 8/3/66، تا جایی که من میدونم 30 شهریور 66 تتلو به دنیا اومده، ولی خب عنوان شده که یه سری دیتاهاش دیگه درسته. اینکه تاریخ حالا این 8/3 تاریخ تولد و تاریخ احتمالاً یکی شده، داستان داره. ساعت پذیرش 21:56 ساعت پذیرش درست. مسمومیت مردان اینم میتونه درست باشه. اداره زندان ها نوع اولیش رو گفتن که مسمومیت دارویی عنوان شده و حالا دیتای دیگه بیرون نیامده. ولی خب ببینید یه همچین برگی هم وقتی میاد بیرون که پر از خطا و پر از باگ و کلا تاریخ تولد، حتی یک جنسیت سادهش رو هم حالا اومدن اشتباه کردن و زدن مؤنث. حالا ما میگیم معمولا تو سیستم‌های کامپیوتری و سیستم اینا ممکنه که همچین خطایی باشه. ببین آدمو نگران میکنه. معمولا بعضی از این زندانی‌ها رو خیلی شیک و مجلسی میخوان سرشون رو زیر آب بکنن یا میخوان اصطلاحاً
توی جامعه جنجال و تشنجی اتفاق نیفته، میگن طرف تو زندان به مرگ طبیعی فوت کرد. حالا خدا میدونه چه دارویی به طرف دادن، خدا میدونه که اونجا توی زندان، ما که از وضعیت زندان‌های داخل ایران خبر نداریم. هرچند نکته‌ای که وجود داره اینه که یه سری فیلم‌ها و تصاویر لو رفتم هست. یه پیام برای من اومد که پیام این بود، میگفتن که حالا اگه تتلو بود این یه راجع به کوکو نمیدونم کوکائین رو صحبت کنیم، حالا راجع به اینو بعداً صحبت خواهیم کرد. اما ببینید نکته‌ای که وجود داره، این برگه هم شاید برگه حالا ساختگی باشه، چون ممکنه که اینو داده باشن بگن که آره این مسمومیت دارویی بوده، چیز خاصی هم نبوده، در صورتی که حالا چیزی هم که ما میدونیم این هستش که توی زندان قرص بیو این چیزا رو زیاد مصرف میکرده تتلو، ولی حالا اووردوز و چیزهای مختلف هم میتونه ملاک باشه. اما خدا رو شکر الان سالم و سرحال تتلو. گفته بودن که بردنش ICU، بخش مراقبت‌های ویژه بوده، معده‌ش رو شستشو دادن، از این صحبت‌ها، و امشب از بیمارستان مرخص خواهد شد. و نکته جالبتر دیگه هم هستش که به محض اینکه خبر اومد بیرون که توی بیمارستان لقمان بستری شده، هیچ هواداری، هیچ کسی نرفت جلو در بیمارستان که بخواد واکنشی نشون بده. واقعا اینم یاد اصطلاحاً اون جمله و شعر تتلو میافتم که میگه ملت زنده کش مرده پرست، که دقیقاً همین ماجرا میتونه صدق بکنه. بابا شما اگه هوادارش بودید و عاشقش بودید، یه عده‌تون هم به قول خودتون بگید جرم کردیم رفتیم زندان که ببینیمش، حداقل میرفتید در بیمارستان. شما چه طرفدارایی هستید؟ این همه براتون عاشقانه شعر نوشت، این همه براتون خون، اینقدر سلطان بستید پشتشو، نمیدونم اسطوره بستید پشتش، حداقل به واسطه این سلطانه که گفتنه میرفتید دم بیمارستان. شما یعنی میرفتید گربه جلو در بیمارستان نبود، دریغ از یک هوادار که بخواد بره جلو در بیمارستان لقمان. به هر حال یه همچین واکنشایی به نظر من میتونست خوب باشه نسبت به این آدم اتفاق بیفته، ولی خب دیگه حالا خدا رو شکر خبری که اومد بیرون دیشب همه نگران بودم. من خودم جز اولین نفرایی بودم که این خبر رو بعد از اینکه به گوشم رسید اومدم و استوری کردم، ولی خب راجبش ویدیویی نساختم. گفتم که بذار آقا حالش خوب بشه، اتفاق خوبی بیفته و بعد از اون بیایم و این خبر رو راجبش صحبت بکنم. در صورت امیدوارم که هیچ اتفاقی برای تتلو نیفته و یه خبر اینطوری که یهو توی زندان فوت کرده و این چیزا بوده بیرون نیاد. مرسی که تا این لحظه با ما بودید و ممنون که با ما همچنان هستید. حتما کانال پشت پرده رو سابسکرایب کنید. اگه خبر جدیدی بود و اتفاق جدیدی بیفته حتما برای شما رسانه‌ای خواهیم کرد. مرسی که با ما بودید.